یکی از مادران میگه پسرم رو برای نماز صبح بیدار میکردم، بیدار نمیشد. نماز اقامه کردن، گفتم پسرم برو که نماز میرسی. گفت مادر بذار بخوابم، خستم، بعدا نماز میخونم. بالاخره خوابید و نماز صبحش از دست داد. ساعت 7 مادر میره سر کار و پسر رو به حال خودش رها میکنه. ساعت 9:30 پسر هراسان از خواب بیدار میشه، میبینه که امتحانش رو از دست داده. زنگ میزنه به مادرش، مادر جان چرا بیدارم نکردی؟ من ساعت 9 امتحان داشتم، الان مردود میشم، تو دانشگاه نمره نمیارم. مادرش گفت که پسرم، وقتی دیدم در امتحان آخرت تو ناکام شدی، مردود شدی، دیگه امتحان دنیا برام مهم نیست که تو چه نمره‌ای بگیری. پسرم امتحان آخرتت خوندن نماز تو، طاعت تو، عبادت تو، بندگی خداوند هست. اگر تو در امتحان آخرت مردود بشی، ناکام بشی، دیگه در امتحان دنیا هر نتیجه‌ای بگیری، هر نمره‌ای بگیری، هیچ فایده‌ای نداره. پسرم این از توفیق الله سبحانه و تعالی که به تو این توفیق بده.